خوش اومدین به اولین اپیزود از پادکست ما لفظ اند دراما. من کیانا هستم، 37 سالمه. امروز که باهاتون حرف میزنم ساکن مونترال هستم. رول‌های مختلفی تو زندگی دارم. یکیشون اینه که مادر دو تا فسخر هستم، لنیا و میلن. سلام، منم نیلوفر هستم. دوست دارم که نیرو صدام بکنید. من 32 سالمه، منم ساکن مونترال هستم و من هم مادر دو تا جوجه هستم، لیلی موش و بیبی شایان. شروع کردن پادکست یکی از خواسته های همیشگی من و کیانا بود و الان خوشحالم که با هم بالاخره این قفلش رو شکوندیم و پادکست لفظ اند دراما رو با هم شروع کردیم. ایده این پادکست از یه چیز خیلی ساده شروع شدش. حرف‌های روزمره من و نیلو، وایسایی که نصف شب واسه هم میذاشتیم، درد و دلایی که میکردیم، مسائلی که فکر میکردیم خیلی ساده هستش ولی بعد که راجعش حرف میزدیم متوجه میشدیم که شده یه دغدغه ذهنی برامون. کم کم فهمیدیم که فرقی نمیکنه که چند سالمونه، چی کار میکنیم یا بک‌گراندمون چیه. هممون با یه سری مشکلات و چالش‌های خاصی داریم دست و پنجه نرم میکنیم، ولی با این حال بعضیاشون هنوز خیلی تابو هستن و راحت نیستیم انگار که در موردشون واضح صحبت بکنیم. آره، مثلا موضوعی مثل این که وقتی که بچه دار میشی تاثیر میذاره داشتن یک بچه روی روابطت با شریک زندگیت، یا مثلا اینکه آره پدر مادر هستی، عاشق بچت هستی، ولی از رول پدر مادر بودن واقعا لذت نمیبری، خیلی دوستش نداری، یا اینکه دل تنگ شده برای آدمی که قبل از بچه دار شدن بودی. اینا یه سری مسائل هستن که با وجودی که هممون نسبت بهش آگاهی داریم ولی انگار که هنوز نمیشه به راحتی راجعش حرف زد. خلاصه ما اینجا هستیم که انگار که بلند فکر کنیم، با هم تابوها رو بشکنیم و چیزایی که راحت نیستیم در موردشون صحبت بکنیم و ما بلند حرف بزنیم در موردشون که شما بدونید که توی این موضوع تنها نیستیم. ما اینطوری نیست که فقط بخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، می‌خوایم راهکار بدیم، از دیدگاه‌های مختلف می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. دیدگاه مادر، پدر، حتی مادر بزرگ، پدر بزرگایی که کمک می‌کنن، حتی کسی که اصلا نمی‌خواد بچه دار بشه. بچه دارا بی بچه ها. یه چیزی هم من بگم، من و نیلوفر هیچ کدوممون متخصص تربیت کودکان نیستیم، روانشناس نیستیم، جامعه شناس نیستیم. ما فقط 2 تا مادر هستیم که خیلی کنجکاو هستیم و دوست داریم که تا جایی که میشه برای خودمون، بچه هامون و خانوادهمون تصمیم‌های آگاهانه بگیریم و این مسیر مادر و پدر بودن رو در واقع هم برای خودمون هم برای بچه ها دلپذیرترش بکنیم. فرمت پادکست خیلی ساده است. هر 2 هفته یه اپیزود جدید داریم. بیشتر موقع من و کیانا هستیم که در مورد یه موضوع خاصی صحبت می‌کنیم، در مورد تجربیاتمون، در مورد تحقیقاتی که کردیم باهاتون صحبت می‌کنیم یا صحبت‌های پدر مادرای دیگر رو باهاتون به اشتراک می‌ذاریم. بعضی وقتا مهمون داریم. میتونه مثلا یه هنرمندی باشه، یه صنعتگری باشه، یه مشاوری باشه، یا اینکه از بین پدر مادرهایی که شنوندمون هستن دعوت میکنیم بیان تا برامون از یه تجربه خاصی که داشتن حرف بزنن. مثلا مادری که تصمیم گرفته شیر نده و اینکه دور و بری‌ها چجوری با این تصمیمش باش مواجه شدن، یا پدر مادری که تصمیم گرفتن که نه ختنه برای بچه‌شون انتخاب مناسبی نیستش و اینکه چطور خانواده و دوستان نسبت به این تصمیم مثلا واکنش نشون دادن. خیلی خوشحالیم که با ما هستین، پادکستمون رو دنبال میکنین و با دوستاتون به اشتراک میذارین. لطفاً حتما صفحه اینستاگرام ما رو فالو بکنین، اونجا ارتباط نزدیکی با شما داریم، سوال جواب میکنیم و از نظراتتون میخوایم استفاده بکنیم تو اپیزودهای آینده. خلاصه که اینجا دوره هم هستیم برای اینکه یه سری بحث‌های واقعی و بدون سانسور داشته باشیم، با هم دیگه همدلی بکنیم، در کنار هم رشد بکنیم و چیزای جدید یاد بگیریم. خیلی خوشحالیم همونجوری که نیلوفرم گفت از اینکه تونستیم بالاخره این پروژه رو شروع بکنیم، کلید بزنیم. دعوت میکنم ازتون که برین اپیزود اولمون رو گوش بدین، مطمئنم که خوشتون میادش. اگر شنونده ما هستین ما رو میتونید روی یوتیوب با اسم لفظ اند دراما پیدا بکنین و با همین اسم هم روی اینستاگرام هستیم. مرسی که گوش دادین. روز و شب خوبی داشته باشین. تا به زودی زود میبینیمتون.